در اول خب معذرت میخواهیم از تمام شما عزیزا که با دیدن چنین غذاها دلتان آب میشه و دوم فقط 2 دقیقه صبر کنین که طریقه بسیار آسانی غذای خوشمزه را همراهتان شریک ساختیم. حتی اگر آشپزی هیچ هم بلد نباشین بدون دیگ بخار میتونین که ایره درست کنین. پیش از اینکه به طرز تهیه بریم ازتان خواهش دارم که ویدیو را لایک کرده همراه دوستای خود نیز به اشتراک بگذارین و کامنت های مقبولتان را فراموش نکنین. به اندازه 2 پیمانه برنج شوله‌ای و 1.5 پیمانه هم ماش در ظرف اضافه کرده شسته آماده میمانیم. یک مقدار روغن در دیگ اضافه کردم. روغن بستگی بر خودتان داره که چقدر چرب و کم چرب میخورین به همون اندازه اضافه کنین. بعدا 1 عدد پیاز ریزه ریزه کرده اضافه کردم. حال سیر و اینجا هم 3 عدد بانجان رو میره همراه نصف دلمه سرخ. اما مواد خوب سرخ میکنم. وقتی که سر روغن آمد به اندازه نصف همین مواد در یک ظرف اضافه کرده کنار میگذارم و در وقت آخر در سر شعله استفاده میکنم. میره به اندازه 2 لیتر آب جوش اضافه کردم. بعدا ماش آماده شده را انداختم. در این قسمت سر دیگه بسته کردم گذاشتم که ماش 70% نرم شود. وقتی که به این شکل ماش نرم شد 1 لیتر آب جوش، نمک، تخم گشنیز و مرچ تازه اندازه دلخواه اضافه کردم و در اینجا یک مقدار شبت انداختم. اگر دوست دارین اضافه کنین، اگر که ندارین نکنین. و برنج تر شده را انداختم و در این قسمت هم آب دیگه هم اضافه کردم. تمام مواد شور داده گذاشتم که کم آب برنج خشک شود. وقتی که به این شکل شد آبش کاملا خشک شد و نرم تر شد، حالا سرپوش دیگه گذاشته برای 15 دقیقه میمانم که دم بگیره. بعد از 15 دقیقه میبینین دوستا که آماده شده. بسیار یک شعله نرم و خوشمزه شده. قسمی که در تصویر میبینین جایتان خالی دوستای عزیز. حالا دیزاینش میکنم. یک مقدار چکه و همین ساسی که آماده کرده بودم در سرش اضافه کرده. دیگه آماده نوش جان است. اینجا هم دیزاین کردم به شکل دلخواه. شما هم دیزاین کنین هرچی که خوش دارین رویش اضافه کرده و کمک روغن اضافه کردم. روغن البته داغ. شما هم میتونین به همین صورت به همین سادگی یک شعله ماشی خوشمزه به خود آماده بسازین. لایک، فالو و کامنت های مقبولتان فراموشتان نشه عزیزان دل. تا برنامه بعدی در حفظ و امان خداوند باشین.